چند نغز میشه با برای دامادی سالن خرم همیش پلانه که نغز میبینه داماد سالونی هم نغز میبینه آخی فستا بندی رحمتی میگفت که این مردک همی اوش پلوه که خود مردک با قوت میشه همیانو پرسیده بیده اینه خدا بشکره همی صبح سهره چقدر میپره بخیر باشه سلام علیکم بیا دختر می نه وقت قدی داماد یاد کردی سبدن بیا اوه چجونی اینه بچه اینه برای خطاب مکم کردم بیا اینه هم برای شما اینجا رنگ درود نیست اوچه جون این سهر شدو ای دوموتون داره که نیست دختر جان خرشادگان کارش قطی رفتگیست تا تمامی وقتی پخته میشید کجاده و پل نموچی نی اوچه جون وای خیلی نبود شدگان معشوقه افتگیست توبه چی افته است؟ خدا بگیره گوشای کری و چطور بلندتر گب زن آخی؟ دختر جان معشوقه لوبوونیتسا میگم یفتگیست چی میگوی؟ ربونیتسا یفته؟ ها ربونیتسا انا بعد میشه لوبوونیتسا ای دخترم تاجیکی گب زن نمیفهم چی میگوی توجیکی او میگم دومتون شب نبود یکون معشوقه این یکون زنی دیگری پیدا کرده خدولم جمعش خوشم میمکیدم نه خود تو برین زنی 4 کس میدیدگی را با چشم ابروی زیبا مونده یگان لیبوونیتسا بروا میدونی که میجه و قشته کجا ای خدای وقتی قدم بودی فقط اوتت کاوک میورد گوشتی کاوک خورده اینه نتیجه گفتی که پول خد اینه رزولتت همینه تاریخ قششی جان مید بخیراجی 7 مملکت میارزه مردم چه قدرتی میدارم کی اوچه جون مون این گپورا دومتون عنیق مشوقه یفته شب نبود در فکری بد نکن شوهر مشوقه یفته لیبوونیتسا یفته گمونی بد آدم نمیکنه نخواهم که گمونی بد کنی در باره همی دامادون بانکو تا از سر شما نه شاید شوت ماشین زده با شاخه دست پا شکسته و در وزنی خونه این خیلی فکر کاخی نه عزیزم آیا این راست است که من کتبانی بهترینم و این راست است که چشمون شهلا و ابروان زیبایم با تو بینهایت پیسند است حاضر عزیزم آیا راست است که من را دیدم برابر عاشق شیدای من شدی و در آرزوی دوباره داری من سوختی باری چوریا باری کنگینا همه هاگی دیری سجنا عزیزم آیا راست است که خودم مثل گل لبانم مثل گل صدایم مثل بلبل است آیا همین راست است لنجا عزیزم تو میخوای بگویی که دستان من بسیار نازکند و هرگاه که با تو خوراکی با مزه میپزم تو میخوای دستان من رو ببوسی میدم
عزیزم من میدونم تو گفتنی هستی که من لباسیه و مصاحب جمال و تو تنها مرا دوست میداری همین طبعا عزیزم البته تو تمام دنیا رو گشته ای بسیار زنهای زیبا رو هم دیده ای اما من میدونم که تو گفتنی هستی که من تماما دیگرم خدایا چقدر من تو رو دوست میدارم هر گاهی که تو به من چنین سخنانی شاعرانه میگی جوان وقت و جهان آرا یه زن جمال و زینتی دنیای ای زن هی ای زن بینی خشنگی ای زن بینی حالی در زن را حاجت برایش نباشد که خطر تو بپا آرای ده سلام بگیره ده السلام علیکم میگوشین همیز کیلوی سیبوتون چند پولی هست؟ این همیز 3 پیش بزرگی برای اختان یا بوسا من بیشوخی دیگه کیلوشون چند پولی؟ همین مردک باری یا بوسا این هم کیلو همیز 3 پیش بزرگی انیق؟ یا که شما اگم زنی شویه بینه در همون خیلی نرخ میمونید یعنی یا بوسا هم یا بوسا بوتن این هم 100 کیلو سه دارو قیصر همین با بوسا را شد خیلی باشد من به 5 کیلو سیب برکشم 5 کیلو؟ 5 کیلو؟ جانانی زن 5 کیلو بوسا 5 بوسا بده این خوب باشم آن بسید اینه مرحمت سلامت باشد لطفی بکن سلامت باشد 5 کیلو سه 5 بوسا بیبی جون ماما جون شیرین بیاید این کس خطی حسابی کنید رشد کنید سلامت باشید چی؟ السلام علیکم مایم تشنه بوسه و نوازیش مردنیم دو سفید 17 سال شده است که لبا یگام لبه ندیده است زلفت بالا زدم بوسه به شبها زدم هر دل لبت گل نمود بوسه به گلها زدم بیا جانی شیرین این حسابی و رشاد ای لبای ما ابرا و سه ابرا من برای حال خودم میخندم برای کلخانج خودم مادامی که کاتبی رایکام گفت اینم ما با تمام کلخانجیان همین کار اجرا میکنیم پلانی پخته بود میشد بله پرسیش از ماست فراس مینیا پخته مادا رئیس تر چی میگوی؟ همینجا برای امضا رئیس این امضا دکیره امضا موندن در کار بدم دامن فقط امضا دامانند اینجا را امضا کو اونجا را امضا کو اینجا را امضا کو اونجا را گوش کن همین اویدی همین سرگرانومی کلخوز گفتم بیار حجت های همین کیره انا بچه عبدالزاده را زو چسکه برای حاصلاتا بسیار جوانی با غیرت متخصص پسانیست کار کشار میکنمی رزین کواریست او رئیس خیلی بچه خوبه زو چسکه اونا سو پلان نبود که چسکه شنه ای سو حاصلش بد نیست نه که رئیس روز دیگر یک چی داره یک کم تنک همین متخصص خوبه او رئیس همین ایجت اخلاق و انتظامش او قدر اکید خوب نیست میکنه گرد زن شاد روشن گپا بگو اکید خیلی خروز قطع کتای گپ رئیس که کم کم چی میکند اما بچه
می‌نوشد الکلیک. خیلی بادی تا نباشد. خب پدر شکای سفرالی چندین سال لسخوز بود. تمام که پشتر لسخوز نبود، همین سردار لسخوز نچند لسخوز. همین جنگل همه را آباد کرد، پیسته و بادام و چهارمغزون. خیلی باد نباشد. رئیس باید گفتم به تو پگه نگه که نگفتی نمی کم بودی و را. گپا کم کن دعوت که مخم صحبت بکنم. ولی جا معلوم کردن در کنه که که الکلیک تو یا او. تو نکه مو یک گفتم با در پیش نگذاشتیم بو پگه بو نگه که نگفتیم برای خوب رئیس مخم صحبت بزرانم. خود دعوتش میکنم. بیا رئیس دعوت کرده بین. خوب کدی اومدی عبدالزاده، خوب کدی اومدی. رحمت. کرو در اوچسکه برای اصلیت نازم میدونم. حادثه تشویشی وقتی اصلیقان داریم. اما مسئولیتی خود در کار بود با خطا نکنم. خود فاکولتتی اگرافاک اینستیتوت خواجه اقتصاد سلخوز تمام کردگی. ولی رئیس سلخوز اگرانوفاک. خیلی باشه یا برای سری مقصد میایی. همین ساحه پختکاری در ما بوده پا میلنگه. در نتیجه چی؟ حسیناکی ما مخصوصا زیرات پخته. درست. ولی بلدانه رکویت را بولیم. این باید پسته. برای همین تر دعوت کردم که فکرات و مسئولیتات را بفهمم. در همین چی مسئله میاد؟ رئیس راست گپ شما جانی گپ گفتین. آخه گپ زنم گپ میشود. آخه این خیلی کار و مناسبت با زمین تنها مرانی. بلکه تمام همین کلخوشیان ما را با تشویش آوردگی. خوش گپ زن. آفرین گپ زن. روی راست گپ زن. رئیس یا دقت کنید. ما باید همه از روزهای اول هم بهار که برای کشتی پختم همین روزها را ثمراناک استفاده می‌بردیم. راست میگویی. بله. رئیس من چندین بار اگرانوم را گفتم. چندین بار تاکید کردم. گفتم اکای سرگرانم. خیلی ما هم کسبیم لیکن زمین را تیار کردن لازم بود. یک قدر تکنیکا داریم. زمین را گوش که یک لحظه بیست که ما یک چیز را همین روز راست دیگه روزی خشتمان من همین یک آدمی با تای دیرم نیفتم. خودت که کارات نازای خودت قطعی بیام. نه که تو گمت دام دادم میشه گفتم. چندین بار با سرگرانم گفتم ایاکا همین زمین رو باید تیار کردن بر کار بود. همین پیش از اونی که شما کشت میکنیم. این قدر تکنیکا داریم. خیلی زمین رو گفتم یک بار نگاه نکردی آخه این قدر پشت شطور باریدن از ریشه ها توزه کردن در کار بود. خیلی زمین باید هموار باشد. خیلی در روی کلوخ پختکش کرده میشه برای خودتون فکر کنید. هی برای سلامتیشون همه خیلی کارات دام دادن راست میگی. بیا جلوتر. خب رئیس چیکنکه را بگیریم. همین چیکنکه را دیر تو باید 10 میلیون تمام میکردیم. من در چسکه خودم همین کارا کردم تا 10 میلیون تمام کردم. همون در زمینای دیگر کلخوز گفتم نه که سرگرانم تو موی آگوست کشال دادی. در نتیجه چی نه خدمت با چشم خدمت دیدی پخته 1.5-2 متر بلند شد و حسیناکی ما باشد تماما فرامد پس شد در زمینای اونها. آفرین گوش کردم لازم تا در که برای پیشروی همین کار ایشم برد و جوف شود کن. رئیس جوف میشود خفنش رئیس و همین عبدالزاده میور نورما را میدونه خفنش رئیس. اینی میخواد گفتنی دارم. رحمت سلام باشه. سید رحمت خیلی برای کار موفقیت برای خود. سلیم لبم طرف گوش میکنم. گوش کن. فرمان عبدالزاده را اوی به سرگرانم کلخوز من گلون اگرانم کلخوز تعیین کردن نراری. تز برو برو. رئیس هم خودرسان کردن این مسئله مو برار. عبدالزاده متخصص خوبه سپیشالیست خوبه با گلونی که میاره نورما را میدونه. برار چی تا رئیس. برگردمت بهاری عالم میشد که فرصتی
مدنی آرم میشد کی باشد و یاری من در آید خونه یا یک بوسه گیرم منم مدارم میشد آیا السلام علیکم بابا. و علیکم سلام. در قدماتون جونم بابا. لباساتون نکشی. او بابا من برای چی لباس ها مکشم؟ در پیش پاتون برم بابا، من طبیبم. من خوبتر میدونم برای چی. خوش بابا در پیش پاتون برم چی درد از آبتون میتیا. ای بابا من شافیرم، کبور آوردم، شما ادرساتون رو بگید من برم خواهش کنم. ای خواب پنت کند بابا. شما نگفتی که من شافیرم. الو گلو جون، پدرت اومد. دماغش چاق، настроенияш زور. حسین سیب خورده شده است. اکن خدا رازگیش گیریم و فاتحه پدرت را گیریم و تو یکی شمای من بینم. خودت میدونی که پدرت عصبی پدرکت خیر کن نمیدونم. دو مچامدن خب پسی دروازه انتظار و ایرو هم دعوت میکنم. اول دیلی پدرت یابم بعد دو مچامده دعوت میکنم. خدا معقول شد، خدا معقول دانده کن. مرش دختر جان وای گلوره یکی منی اولی رنگ نوش من نوشیدم چهارده من نشدم. دتا جانش همون جوان آمد، جوانی که کی؟ گلوره جانی دخترمون گفته بودند که همون معقول کرده است. کن همین جوانه اگر راضی باشید. چی مقصد؟ غنیت اگر مقصد است گلوره جان و همین جوان یعنی داماد شونده فاتحه شما گرفتنی. اگر راضی باشید توی یکم قرار دیم، چون که بهوده نگفتند که پدر ریزا خدا ریزا. فهمو مالش روی بیادک بینیم داماد تو رو ما آدم خور نکو. فقط عصبی نشوید. یک تشه سیبقتی زده بوده دیگر همه خیلی روی خانمان رو فراموش کرد. حاضر من دعوت میکنم، فقط عصبی نشوید. دادا جانکش عصبی نشوید. خانه داری؟ لبه کاری خانه داری؟ نه ندارم. از بزرگا نظر کردن صاحبی خانه میشی. ماشین چی؟ ماشین داری؟ نه ندارم. از بزرگان یک نظر کردن، یک دستگیری کردن صاحبی ماشین هم میشه. اقلا دیپلم معلومات داری؟ بله. یگان هنر داری؟ نه ندارم. خیلی از بزرگان نظر کردن یک دستگیری کردن صاحبی معلومات هم میشه، هنر هم میشه، دیپلم هم میشه. همه از بزرگا دکم نظر کردن. دادا جانکش من فطیر گرم پخت آوردم، نه وکک از تنور کندم. خیر دو موت شونده چی خیل معقول شد؟ جوانی بد نه جوانی بد نه. ورودی ما دا معقول شده سای. مرا عزیز و بزرگا گفته سای. آفرین خان تا بزن.